اگه از لیست های طولانی خوشتون نمیاد ولی هنوز هم عاشق عظمت هستین، پس به این گوش کنین. اگه به تأثیر یه بازیکن شک دارین، پس ببینین این افتخارات چطور روی هم جمع شدن. اگه توی یه دقیقه الهام میخواین، پس گوشاتون رو باز نگه دارین. لیونل مسی یه توپ طلا بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای تو تاریخ. قهرمان جام جهانی 2018، برنده کوپا آمریکا، سوداوزارا، بالاخره جام رو برای آرژانتین بالای سر برد. موفقیت باشگاهی، قهرمانی لالیگا، 3 جام لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا، بیش از 2600 گل تو دوران حرفه‌ای بزرگسالان، رکورد بیشترین گل برای یه باشگاه. چندین کفش طلای اروپا، بیشمار جام داخلی. طلای المپیک تو سال 2012، افتخارات بهترین بازیکن فیفا، دریبل‌ها، ضربات آزاد، جادوهای لحظه آخری. از زمین‌های خاکی محله تا بزرگترین صحنه مسی، استعداد رو تبدیل به جام کرد. یه دقیقه، یه اسطوره و افتخارات خودشون حرف میزنن.